سلام سلام. تنی درست و امانی دهد خدای بزرگ. به دوش قامتتان بار یک وطن بار است. وطن از آن شما است، بله شمای بزرگ. مهاجران به یاد وطن سلام سلام. نگاه ها چقدر بر قدومتان چار است و خانه های پر از کودکان تشنه مهر به یاد لحظه دیدار خواب و بیدار است. مهاجران به یاد وطن سلام سلام. به صبر و طاقتتان آفرین میخوانم. عذاب سخت غریبی و صبر مجبوری است. برای سیر نرفتید ناز میدانم. مهاجران به یاد وطن سلام سلام. بر رزق و روزیتان تازه زم کند الله. برای همه کار شما دهد آمین. به هر کجا که روید محترم کند الله. یک سلام پر از مهر و پر از صداقت. یک درود خواهرانه مادرانه. یک کلام پر از محبت و از وفا و پر از صداقت نشانه. نثار بادا به همه آنهایی که این لحظه دیده به دیدار ما هستند، ما را تماشا میکنند، میشنوند، مشغول کار اگر هستند، و نیز بر همه آنهایی که در وطن هستند، نه کم از بار گران دوش شما بار گران پزمانی را میکشند. بر آنها نیز سلام دروده. گفته بیا من آمدم ای آشنا سلام. ارزنده پیام و درود و دعا سلام. من آمدم که همه زی یک دل صدا کنیم یا رب العالمین یا حق یا سلام. باری دیگر درود و پیامی ما را پذیرا باشند بینندگان عزیزی ما، تماشابینان گرامی قدر عالی قدر برنامه پرنده های مهاجر در شبکه یوتیوب پیام تیوی. باز هم دیده به دیدار رسیدن ما را خداوند کریم، خداوند منان میسر گردانیده است. شکرانه ها میخوانیم و من باز هم نصیب شد که این برنامه در روی شبکه چشم رسی شما، گوش رسی شما شده باشد. و برنامه را میدونید دیدار نامگذاریم هم می شده است، چون که مقصد همین بود، دیده به دیدار رسانیدن مهاجران، کل همین خلق پریشان وطن عزیزمان. درود شما بر مادر جان ها، پیام شما بر نزدیکان شما، این همه مقصد ماست از تأسیس برنامه. و این لحظه میخواستم یادآور شوم که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم که این برنامه را موضوعی میبخشیم که وابسته بر خانواده باشد. در شبکه فیسبوک به صفحه من می نویسند خواهرکان و 3 نفر الک خواهش کردند. اول درد و راز زندگیشان را گفتند، بار گران دوششان را گفتند، از وطن نه از مهاجرت نوشتند و تصمیم گرفتم که همین روز برنامه را پاس خانواده، پاس عائله نامگذاری کنیم، همین گونه موضوع در بر گرفته باشد. البته دخالت بر خانواده نفره را کسی حقوق ندارد. خاندان این خلوت مستحکم است که یگان کس اجازه ورود بر موضوعهای آن ندارد و من آنقدر سواد کافی بر آن ندارم که مصلحت داده باشم بر خواهرکان عزیز. همین قدره که گفتم تسکین، حرفی تسکین و همین قدره که بر صبر دعوت کردم. اما امروز تصمیم خود را دگرگون نمی کنیم. موضوع امروزه ما صبر است. در هر یک برنامه گذشته چنانه که در خاطر دارید شعرک قرائت می کردم، اما همین عنعنه برنامه را بیایید با آخر برنامه میگذاریم، چون که حرف بسیار می شود در آغاز برنامه. شما را دلگیر کردن نمی خواهم. یک اعلان را به سمعتان می رسانم. من بعد در شبکه فیسبوکی صفحه باز کردیم که هر یک خواهشات شما را آنجا می توانیم
رفچین کرده باشیم، ریخته باشیم و گذاشته باشیم بر چی میگویند بر انتخاب گذاشته باشیم و من بعد موضوع برنامه رو انتخاب موضوع برنامه رو بر حکم شما حواله میکنیم. شما انتخاب میکنید، چون که خیلی فکر کردیم در کدام موضوع برنامه ساخته باشیم. این موضوع هم بد نیست، البته خوب است. پاس اویله درست است، مهاجرت خیلی دشوار است. بر هجرت در مهاجرت بردن خانواده باز هم دشوارتر، چون که کار امروز در یک شهر روزی دیگر در شهر دیگر تاسیس یافت می شود، یعنی پیدا می شود و مردی که اونجا با خانوادهش می رود اگر کاری دائمی در یک کارگاه نداشته باشد، همراه یک عائله بزرگش سرگردانی ها می کشد و احسن بر زنان پرصبر تاجیک، مادران صبور تاجیک که در وطن چند ساله که باشد انتظار راه مهاجرانشان میمانند. دشوار است هم بر مادر، هم بر همسر، هم بر خواهرکان، هم بر دخترکان قدر است که امروز انتظار قدام پدر دیدار پدر جان هستند. و در آغاز برنامه چون اعلان را به سمع شما رساندم، پرنده های مهاجر نام دارد صفحه ما در شبکه اجتماعی فیسبوک، می توانید جستجو کنید، آنجا خواهش ورود دهید که ما قبول کنیم. در این صفحه شما می توانید هم شعرهایی که وابسته مهاجرت هستند، هم قصه ها و هم پیشنهادهای خود را دایره برنامه نویسید. البته شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه به جای شعر تصمیم گرفتم یک قصه که را حواله شما کنم که شوهرداری نام دارد. شوهرداری نامگذاری کردم، شاید دیگرگون هم نامگذاری کرده میشد این قصه را و دایره همین قصه که همه آن نوشتارجات هایی که سه خواهر با من در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشتند وابسته است. پست و بلند زندگی آنها را در بر میگیرد. چرا شوهرانشان رفتند از برشان و آیا آنها نتوانستند یا شوهر نتوانست پاس داشته گرامی داشته خانواده خود را، یا چی سببش شد؟ خب من باور دارم که اینجا خیلی زیاد آدمان ما را گوش میکنند و اگر من اشتباه کردم شما اصلاحش میکنید و اگر شما توانم ما اصلاح خواهیم کرد. قصه را برایتان میخوانم. قصه هم وابسته مهاجرت است. در پیشانه همان کوچه های مهاجرت هم نوشته شده بوده است. سال در کوی غریبه زندگی داشتیم. خانه چوبین سه حجرگی را اگر در بخاری یک دو کنده پرتایم برابر همه حجره ها گرم می شدند. هر زمان مهاجرانی با منزل مانده، به منزل مانده یا از وطن نو آمده یک مدت مهمان عزیزمان می شدند. بار مهاجر همگی یک ساعت مهمان شد و از تقدیرهای گوناگون روز و روزگار سنگین مهاجران همراهش صحبت کردیم و در همین سرپناه چوبه ما که بیرون 45-50 درجه سردی ها داشت، ملک سیبیر البته همه شما میدانید، در همینجا در یک ساعتی در خانه ما نشستنش یک دنیا مضمون را گذاشت و رفت. یک مرد دیهاتی ساده به غباره بود. در عباره مردمی ما میگویند درون و بیرونش یک رنگش، یعنی به غبار است، ساده است، کینه ندارد در دلش، گپ پنهانی هم ندارد. خب او مهمان شد و قصه زندگی خودش را آغاز کرد. چون این حکایه واقع است و سالهای سپری شدند از گذشتین واقع حادثه، من نام قهرمان حکایه را نگفتن را بهتر دانستم. خلاص جوانی 30 ساله بود از یک دهه و همسری روس داشت که از خودش 10 سال کلان بود. همسری روسش 40 سال داشت. لباس تازهش، تب بالیدهش، وقت چاقش، سرپناه داشتنش در روسیه، در ملک بیگانه وابسته همین همسر روسی او بود. جوان از حیات خود یک نقل کوتاه کرد، چخالی در بالا گفتم، و از پیش نظرم گویا یک فیلم گذشته رفت. میگویند که حادثه های عجیب با نفران رخ میدهند که عجایب نقل کرده میتوانند. اینک نقل را آغاز کردم. در دهه مرا بر وقت خانه دار کردند.
حتی وقتی که همسنفانم هنوز صنف 11 میخواندند در مکتب. بابایت بیماری وزنین است. موی سفید توی عروسیت را بیند. انا بعد رود گفتند و مصلحت کردند و برایم کلین کفتند و پیدا کردند. اما بابایم 10 سال دیگر زندگی کرد. من هم زنگیری را بازی فهمیدم. یاشیم و کاستیوم تازه و خوشرو می پوشی در کوچه با وقار قدم می گذاری. داماد گفته فکر کردم به خیالم که زود راضی شدم مایلش داماد می شوم گفتم. و اینک توی شد. 1 سال نشده فرزنددار شدم. باری زندگی بر سرم افتاد. کسب تعیین نیست. دهقانی باشد یک قمار برین. 1 سال حاصل فراوان می شود می فروشی. 1 سال به روزگار خودم هم نرسیده می ماند از بازار خریده می آیم. خلاص زندگی همین خیل شد که قطار خلق من هم بار خلطه مهاجرت بر کتف برداشتم و رهسپار شدم سوی روسیه. در بازار خشک میوه می فروختم. در انباری بازار خیلی همه شما میگوید سکلات در روسیه با پاسبانان زبان یافتم و همانجا شبانه خواب میکردم. و انبار البته که اونقدر گرم نبود. زمستان خوابیده نمیشد. زمستان بر وطن بر میگشتم. دهقان موسمی برین هر بار که به روسیه می رفتم می آمدم 1 تا کودکم زیاد می شد. اینک یک به خود آمده اندیشه کردم که 6 نفر کودک دارم. کم نه غم نه 6 نفر. 3 دختر و 3 پسر. شکری بودنشان. روزگار به خریده آمدن پر کردن نمی شد. 1 ورق دفتر پر کرده می نویسد زنک. 1 عرابه پر کرده خرید کرده می بیایم. کاغذ را از دستم می گیرد. یک می خواند نوشته هایش را. انا بعد می گوید های مردک جان اینش از خاطرتان برآمد است و انا اونش از خاطرتان برآمد است و شام تمام. کراسین کم ماندگی، فروزانک سوختگی، پول برق ندادگی، کنجاله، سبوز، پول مکتب، دفتر و کتاب، پای افزال و غیره و هاکذا. 1 پیش چشمم سیاهی تاریک می شود و سرم به درد می درآید. بگاه 1 برق می دهند. این البته تصور کنید سالهای کمی پیشتر بود. اقلاً 15 سال قبل. بگاه 1 برق می دهند. حالا خوراک را خورده نشده برق خاموش می شود. به همین پگاه می دهند. در خانه خودم بیگانه بر این می نمایم. همگی یک خانه گرم که داریم کودکان را قطار پهلوی هم می خواباند و من هم می خوابم. شبانه هر 1 کودکم 1 باری برخاسته نگاه می کند پدر در کجا خواب است. نیم شب گاهی اینش آب گفته بیدار می شود. دیگر نان گفته بیدار می شود. اینش به بیرون می برایم می گوید. دیگر خونو خوردم می گوید. دیگر گریه می کند. از خوابش ترسیده می خیزد و همین طور مانند همان اسباب پیانینو بر می خیزند می خوابند بر می خیزند و صبح می شود. خلاص شرایط و شریعت به هم بر نمی خورد. انا اینجا باشد در روسیه 1 زنک خندان روی میزاج یعنی کلینت شده ماند. کمی ارزان تر دهم منتدار می شد. 1 روز مرا به مهمانی دعوت کرد. 2 تا سیب و 2 تا انار خریدم. تمام. به خانهش بردم که سرش به آسمان رسید. خرسند شد. سواتی را از دستانم گرفت. هفته دیگر باشد زاد روزش بوده است. نامعلومک گفته ماند. من هم معطل اشارت بودم مگر که باز هم کم ترک سبها گرفتم و رفتم. این دفعه نقصکک شناس شدیم صحبت کردیم و همانجا ماندم. آن زن 2 پسر داشته است. هر 2 دانشجو اما شوهر نداشته است. صحبت کردیم مناسبت خوب داشتیم. شبانه همانجا ماندم. من بعد همانجا زندگی کردم. یعنی زنی عروسدار هم شدم. همین خیل روزها را عروس میگویند در ما.
اما 10 سال کلان بودنش را یگان بار احساس نکردم. بگاه از کار بر میگردم، خندان پیش رویم میبراید. من 2 دانه پیاز، لیمو یا یگان دستاویز دیگر که آنقدر ارزنده هم نیست گرفته میبرم. با یک دنیا منتداری از دستم میگیرد. چی ها آورده، چی ها نآورده، چرا نآورده، این گونه سوال نمیدهد. جانم باز برداشته آمده، آخر خودت خسته میشوی، روزی دراز کار میکنی. گوید خستگیم بر آمده میرود. مهربانی هایش، دایما خوراک تیارش، شیرینی در پهلو گذاشتنش، همان برای قبول، آماده، تازه، گرم، لباس ها شسته، دستمال شده، هر روز یک تا تیار. خودش هم، پرداز و اندازش هم، عطر و پایش هم، ناز و کرشمه هایش هم. خلاصه زن دیگه. زن دهاتی هم بسیار یک زن قابل، زن با ایمان، زن مهنتی، پرطاقت، صبور است. اما شوهرداریش را با زن عروس هم حتی مقایسه کرده نمیتوانم. انا شنونده عزیز، بیننده عزیز، نقل همان جوان شاید تا اندازه درست باشد، لیکن شوهربانی هم شرایط میخواهد. این 2 زن را اگر لحظه با شرایط همدیگر عوض کنیم چه حادثه رخ میداده باشد؟ من خودم فکر کردم. همان سیمک دفتری که از کنجاله سر کرده زنی تاجیک نوشته آمد: سبوز، کنجاله، فروزانک سوخت، لامپочка نیست، دیگر و دیگر، کراسین تمام شد، گوگرد بیار، پای افزال بیار، 1 دانه 6 تا، دفتر و قلم بیار برای 6 کودک، دادرم توی میکند، سوغا بیار، این بیار، رای بیار. و اکنون بینید از سر روی خط سر میکنیم. 6 تا پای افزال برای زنی روز در کار نیست. سباز کنجاله را ورد در خواب وی در خواب شبش ندید است، نمیداند که وی چیست. وی مالبانی نمی کند، نزدیک مالخانه برید شاید فریاد کرده گریخته رود. و اینجا باز یک چیز دیگر هم بود که آن جوان دهاتی می گفت هنگام خوراک گرفته می بیاید، خانه بوی خاکه کومور است، خوراک بوی دودی تاپک، زن بوی روغن می دهد. خوب کنی شرایط. شنونده عزیز، انا در همین حالت، البته خیلی از شما تجربه به حد بالاتر از من دارید. بسیاری از بیننده های ما اینجا کلیندار هستند، دختر برآوردن، داماد دار هستند، بسیار بسیار نبیره دار هستند. آنها زندگی را از من بیشتر میفهمند، میدانند، تجربه غنیتری زندگی دارند، میتوانند زنگ بزنند و همین حالت ها را شاید نصیحت برای آن زنهای میکنند که از شوهر ناراضگی دارند. یا البته درست است بعضی خواهرکان نوشتن همسرشان بر وعده شهروندی داده اما با همان زن نوی روز به تمام رفته. بعضی خواهرکان گفتند که من دیگر تحمل ندارم، زیرا باری گرانی زندگی کاملا بر دوش خودم. یکی خودش زحمت کشیده در بازار سودا کرده، زندگی خودش را در روسیه پیش میبرد، هرچند شوهردار نام دارد. خب الکی زنگ میزنند و قبول میکنیم واقعا نگفته نماند از موضوع یگان ذره بیرون نمیبرایم. شاید نفر میگوید خب زنگ را قبول کنیم. همینطور مرحمت. بله الو. السلام علیکم. و علیکم سلام دادرم. اولین نفر که زنگ زدن گوش میکنیم. تشکر آقا جان. باور کنید به نهایت قصه عجایب، قصه قصه به نهایت خوب و خوب تحلیل کردید که زن چخرگم دهاتی و زن ورود را با هم مقایسه کردید. به نهایت خوب تحلیل کردید. بله ما اگر که با هم دیگر اگر مقایسه کنیم زن ورود چیز نمیشه، لیکن اکنون در اینجا مقصد زنگ زدن هم چی است که شرایط، البته که شرایطی که در این حال در تاجیکستان در وطن عزیز ما داریم اکنون چخیل گم طلبات همین است که سیر فرزنده در
تن ما این به همه معلوم است. در خونمان است. بله در همه خیل سیر فرزندی و نرخ و نوایی که در تاجیکستان است، بله همین ها سبب شده است که ما حاضر ما 2 میلیون زیاده از 2 میلیون مهاجر داریم. بله بله اکنون با در اینجا من مجبور میشم که پجام بخشش من کمتر از موضوع بیرون برایم. سبب گوره همین قدر خوب نداشتن ما در دولت. اگر قدرهای خوب باشد، اگر که ما 2 میلیون مهاجر نشویم، شاید که همین پرابلم ها در تاجیکستان عزیز ما کم شود. بله شاید آب دیده همان زنهای مهاجر کمتر ریزد، بر سرشان این همه واقعات متیش نهاید. درست است. البته اینش هم درست. اگر که ما همین شرایط هایی که اگر که در همان تاجیکستان عزیز ما اگر که خوب شود، اگر که مهاجرت هرچند کم شود، خلق ما با سواد شود و جایهای کاری که زیاد شود، من باوری کامل دارم که یگان کس خیلی چی میگوید زنی زحمتکش، زنی خانه و درام قبیدگی مانده اینجا آمده و زنی عروس چیز نمیکند، احتیاج پیدا نمیکند. بله البته احتیاج پیدا نمیشد که ما در آنجا زنهای خود را پرتیم بیاییم اینجا یک عروس را چیز کنیم. حالا که در تاجیکستان شرایط وضعی است، بسیار اکثریت مردهای تاجیک میبینن اینجا و همین پرابلم ها سر میزنند. سبب اساسی با من میبینم از موضوع کمتر بیرون میشم. پجام بخشش کادرهایی که در تاجیکستان در سر وظیفه هستند از عهده وظیفه نمیبرند. سبب همین است. در 30 سال استقلالیت در همه ناحیه شهر ناحیه کشور یک هیکل سامانی، یک بیرق، مگر همین دستاورد پری سرشان یک بیرق، یک هیکل سامانی در طول 30 سال. در کانیبادام یک هیکل، یک چی در خوجان یک پرچم، یک هیکل. بعد می شود این خیلی پرابلم ها سر میزنند. بله خیلی درست هم هست. قسمان یک طرفی واقعه این هم هست. درست. و تشکر برای زنگتون. خب سلامت باشید اپا بخشش که از موضوع کمتر بیرون شدیم. بیرون نیستیم. انشالله یک قسمی موضوع هم هست. انشالله که طور میفهمند. البته تماشابینان عزیز ما طور میفهمند. البته اپا جان با شما برای کار در پناه الله باشید. موضوع بهترین است. خب الله پدر و مادر شما را مغفرت کند. واقع در پناه الله. به حد تشکر. خب دادری عزیز در پناه خدا باشد. درست گفتند. آنقدر راهبران مسئول هم نداریم که این همه مسئولیت برداشت داشتنشان را درک کرده باشند. و مهاجرت میدونید فایده هم آورد. از یک جهت دیدند که این مدنیت چیز معنویات، مدنیت شهرداری، مثلا مدنیت خانه داره، آیله داره، لباس، و با دهه های خود آمده کمی تقلید بر همان هم کردن. مثلا در دهات شهر خودمان رو من میبینم خیلی در امارت اندازی خانه، در آداب خانه های شستشویی خیلی تغییرات وارد شده است و در زنهایشان هم تغییرات وارد کردن در آداب لباس. مثلا زنگ میزنند، من بسیار حرف نزنم چون که البته خیلی از برنامه را من گرفتم. شنونده عزیز السلام علیکم. السلام علیکم آقا جان. و علیکم سلام. خب شبکه از شماست، بفرمایید. و بسم الله الها تیز کن تیغی زبانم را، رحمان و رحیم نصرت خلیم گردان زبانم را. سخن را سر کنم از استخوانم، مرکب پر کنم از خون و جانم. سرایم از ربایی از پرده دل، برای دوستان مهاجرانم. اپا جان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. من کمی ببخشید که در هیجان هستم چون که زیاده از 20 سال عمر خود را در غریبی گذراندم و متاسفانه با سبب اینکه راه‌ها محکم بود، با این سبب کسالی‌های کرونا ویروس مادرم را از دست دادم و نتوانستم که به وطن در جنازه‌شون اشتراک فرمایم
از این رو کمتر در هیجان هستم، مرا ببخشید. بله درک میکنم دادر، بسیار درک میکنم. و به این برنامه شما من چنین گفتنی هستم که من بسیار دوست می‌دارم زن‌های تاجیک خود را، چون که آنها در این شرایطی که آنها طاقت کرده زندگی دارند بسیار پرصبر و پرطاقت هستند. بله اما این حکایه که شما گفتید بسیار هم خوب گفتید. اما من یاد دارم دوره‌هایی که کودک بودم تاجیکستان ما خیلی آباد بود، شرایط‌های خوب بود. پدرم وقتی که از کار برمیگشت در دستش از بازار چیزی که می آورد پس از کار به خانه برگشتنش، مادرم آنچنانی که پیشواز می‌گرفتند با چهره گشاد با زبان شیرین. اما این روزها گذشت، متاسفانه تنها این در یاد بچگی کودکی ما ماند. بله بله خیلی اثر ما این هم گذشته برادرم بود. پیش از من این برادرم قید کردند. بسیار درست گفتند که شرایط امروزه تاجیکستان بسیار این برادران ما را مجبور می‌سازد که زن‌های زیبا و خوش رفتار خود را پرتافته به این ملک غریبی آیند و بعضی از آنها نمی‌توانند زود برگردند، زیرا می‌ترسند که هنگام رفتن به تاجیکستان بازگشتن نمی‌توانند، چون که در عین حال راه‌ها محکم است و شرایط امروزه تاجیکستان به همه ما معلوم است. بله بله و من چی گفتنی هستم؟ با همه این وضعیت‌ها ما باید مردی خود را از دست ندهیم و پدر و مادر، زن و فرزندهای خود را فراموش نکنیم که آنها با چشم چار به هر یک ما چشمشان چار است و انتظارند که کی ما به خانه برمیگردیم. و هنگام دیدن زنهای زیبای روست آنها بسیار زیرکی جوانمردی تاجیکی را از دست ندهند و به آنها تیز دل داده نشوند و خلاصه گپ که درست بله فراموش نکنند. بله درست گفتید. به حد سخنها پرمضمون بودند. تشکر دادر. و همینجا بر گفتار این دادر عزیز گفتنی هستم. زنهای زیبایی راست گفتند. آنها شرایط زیبایی دارند. در اصل اگر زنهای ما را هم آراسته پیراسته گردانیم چندین کرات زیباتر از آنها میگردند. آنها شرایط زیبا شدن دارند و مردان زیبایی پرور هم دارند که مساعدت میکنند بر زیبا شویشان، یکم با لطف گفتارشان. آیا دیدید همسر تاجیک را که یگان مراتبه بر اسمه ابروان همسرش یگان لطف یک سخن زیبا گفته باشد؟ نه البته من نشنیدم، شما را نمیدونم. یا اینکه بر یگان لباس زیبای همسرش اینقدر زیبا شده، زیباترین دنیای و همین سخن برای 100 سال زیستنی زنتان کفایگی میکند کم میگویند و آنجا میبینند کمترک سخن شیرین میشنوند، التفات زیبا میبینند و در نظرشان پری مینماید زن دیگر. اگر مقایسه کنیم و جایشان را عوض کنیم، مثلا زن تاجیک را برده مانیم، همون دوش باشد، یک حجره علاهیده باشد، شرایط باشد، عطر و پا باشد، همون رنگ و بارهای پرقیمت فرانسه و آلمان را اگر زنان تاجیک هم داشته باشند هزاران کرات زیباتر از آنها می شوند. شاید صورتش را هم برخی از بانوان ما ندیده باشند. شرایط دهات به همه شما معلوم است. تپک نکند زمستان چی می سوزد؟ کودکانش خنک می خورند. تپک کند دستانش بوی می شوند، خواهی نخواهی. انا همین خیل و خیلی دیگر. خب اینجا تلفن ما، رقم تلفن ما در پایان نوار نوشته شده است. همونجا می توانید زنگ زنید، در گفتگو باشید، فکر خود را با این رقم ها زنگ زده بیان کرده باشید و برنامه پرنده های مهاجر بودنش را باری دیگر خاطر رسان میکنم. واقعا اگر شما لایک گذارید هر قدر بیشتر و هر قدر بیشتر شنونده و بیننده و مخلص همین برنامه زیاد شود و آبونه شونده ها هم آبونه شده ها هم پادپیسشگ میگن به روسی، هر قدر زیاد شوند ما هر قدر بیشتر
در همین شبکه برآمد کرده میتوانیم، اشتراک کرده میتوانیم. بسیاری ها خواهش کردند که 2 مرتبه هفته صدا دهد و این خواهش ما را هم همان وقت قانع کرده می شود که شنونده بسیار باشد. بله، زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. الو. بله دادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. خب از شماست افیر گپ زنید. برنامه مهاجر است به فکرم. بله، نه پرنده های مهاجر. پرنده های مهاجر. من میخواستم یک سوال اول از شما داشته باشم. مقصد از تشکیل همین برنامه ها چیست؟ خب مقصد رو ما قریب در همه برنامه ها می گفتیم. این برنامه سیاسی نیست، مطلق و فرهنگی است و کمتر که اجتماعی هم هست، چون برنامه های سیاسی به حد بسیار هستند و نه همه سر درک سیاست میکند، نه همه عقل درک سیاست میکند. برنامه فرهنگی هم باشد. باید این مهاجران پریشان را با هم پیوستن، راز دل هم دیگر را گوش کردن. باز یک مقصد دیگر هم داریم، فرهنگ مهاجرت را، فرهنگ مناسبت را بالا برداشتن. مهاجرت را هم درست است. بله. خب بعد میخواستم که درباره مهاجرت زنها بر فدراسیون روسیه و دیگر شهرهای خارج تاجیکستان یک مراجعت داشته باشم به تمام مردم تاجیک که امروز چه روزی است فرا رسیده است که این مردم تاجیک غیرت خود را از دست دادند، اجازه دادند تا اینکه زنان تاجیک در شهرهای بیگانه تحقیر شوند و کارهای پستی که تا امروز باور کنید من شرم می آید از آن کارها نام برم. تا امروز من ندیده بودم که بغیر از مردم منطقه آنا آسیای مرکزی این کارها را در این دولت‌های خارجی دیگر کسا انجام دهند. امروز نام تاجیک، نام بعضا ازبک ها گرفته می شود به این کارهای پس. بسیار جای متاسفیت است. ما بسیار خواهش داشتیم که مردان کوشش کنند تا اینکه تا حد اقل پیش همین راه مهاجرت زنان و کار کردن آنها در این شغل‌های پس را بگیرند. و از حکومت خواهش داشتیم که کوشش کنند که بهر حد اقل تامین نمودن زنهایی که مجبور هستند که به مهاجرت آیند، یعنی که یا شوهر ندارند یا که پرستار ندارند، برای حد اقل برای همین ها جای کار معین کنند، جای کار تعیین کنند. بگذار جوان آیند به مهاجرت اما همین زنها را حد اقل تامین کنند. تا این حد باور کنید جای متاسفیت است. من بسیار به زنان تاجیک وام میخورم که با کارهای بی نهایت مشکل و طاقت فرسا و مردهای روس این کارها را حاضر نیستن انجام دهند. پیام من به همه مردم تاجیک کوشش نمایید که دستگیری کنید زنان. هر یک اگر فرد تاجیک کوشش کند زن خود را، دختر خود را، خب خویش و نزدیکان خود را دستگیری کند تا اینکه به این مهاجرت یا آمدند. مهاجرت آمدن آنها پرابلم نیست، بیایند اما با کارهای پست اقلا دست نزنند. باور کنید کارهایی که جای ذکرش نیست. بله. انسان به یک ناراحتی کلی می آورد. راستی گپ امروز از این وقت شرم می‌داری گویی که من تاجیکم. این جای شرمش نیست، جای افتخار است که ملت خود را در همه جا معرفی کنی. اما امروز مردم تاجیک به کارهای مشغول شدند که علاقه دیگر خلقها تاجیک را با همین کارهایش میشناسند. بله. متاسفانه من هم بودم در روسیه و بودم شاهد حالت هایی که زنان تماما بیکار میموندن، میگریستن در کوچه، گدا هم میشدن و گدا بودن در حال بهتر است از نسبت به اون کارهای پستی که رو می آوردن. درست است. نگفته هم شنونده های ما، بیننده های ما درک کردند که گپ در کدام بابت می رود. درست است. یک حالت نه آنقدر خوب است وقتی نماینده یک ملت را می بینه که به کار ناشایسته دست زده است، در اون ملتش را و دینش را می شناسند.
نمیگویند که خیر یک انسان خطاکار است. نه، تاجیک آمده انا همین خیل کرد گفته میشناسند و متاسف بودن این برادر یا دادر درست هم هست. من هم افسوس میخورم از این حالت ها. رو به هند آوردن صاحب دلان از بهر چیست؟ روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. به دل یک بیت داشت: پیر عقل از ما به درد نان مقدم رفته است، در فشار کوچه های گندم آدم رفته است. از برای یک بریده نان سر انسان در کدام کوچه ها برمیخورد، کدام راه را میبیند. روزی گذشته یک خبر خواندم که وزیر کارهای خارجه گفته امسال از سبب شیوع کرونا بر وطن عزیزمان تابوت کم آمد. سالهای پیشین 3-4 مراتب بیشتر می آمد. ببینید که از کرونا بیشتر فوتیدند اما اقلا همان جسدشان را برگردانده آوردن نتوانستند و قبرستان مهاجران هم علاقه در کل شهرهای روسیه هست. شنونده عزیز زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. الو. بله گوش میکنم شما را. سلام علیکم اپا. و علیکم سلام. دادری عزیز بفرمایند. در برنامه تون چی بود نفهمیدم، در نمونده در اومدم. پاسی آیله بود، پرنده های مهاجر و پاسی آیله موضوع امروزه برنامه همون دایره موضوع فقط حرف میزنیم. بهترین اپا جون. خب بهترین همه خیلی برنامه بسیارتر شد. ما یک آدم مهاجر در روسیه، خب ما بهتر خرسندیم خیلی برنامه میبینیم. ما هم خرسندیم که میبینید طرفگیری دستگیری میکنید. تشکر. اویله دار هستید؟ خداوند نگهبان شد. نگهبان شما. اویله دار هستید و برای پاس همین اویله یگان حرفه که گفتنی هستید؟ برای چیز گفتنی؟ پرقیمت، یعنی اجر گذاری نسبت خانواده گفتنی بودم. اویله را تا چه اندازه باید قدر گذاشت، اجر گذاشت، حمایت کرد همچون مرد؟ خاک مرد باید مرد باشه اخی، مردک باید مرد باشه. خاک دمی قریبی من قریب 3 سال میشه. خب هم پیش از کرونا ویروس بود دمی جیم، من دیگه نتونستیم رفته دمی جیم. بله ویروس سبب شد که من ویروس سبب شد که ما نتونستیم رفتم. بله. هر 6 سال پس میرفتیم، 8 ماه پس میرفتیم، ده نشد دیگه رفتم. خب خداوند مشکلتان را آسان کرده باشد. خاک شکر الله شکریم. خاک میخوام که وطن آباد شود. وطن که خب میخواید وطن آباد شود. شما آباد کرده ایستاده‌اید. تشکر برای زنگ. ولی خدا نگهبان شود. خدا نگهبان شما هم باشد. البته وطن آباد شود میگویند، خواهششان را میگویند، آباد میکنند، تین جمع کرده میفرستند بر وطن و آبادی خانواده آنها آبادی وطن است. یک بار دیگر امروز هم تشکر خاطرستان میکنم که پایه‌ستون اقتصاد وطن عزیزمان انا همین مهاجران هستند. موضوع امروزه ما پاسی آیله بود. اکنون یک چیز را گفتن میخواهم. خیلی از تاجیکان من گفتند کرونا برآمد و رفتن نتوانستیم، 7-8 ماه پس میرفتیم. 7-8 ماه این به فکرشان یک فاصله نزدیکترش بود. انا 1 سال گفتیم، 1 سال پس میرفتند. یک بار 1 سال زنهای روسشان را گذاشته روند. 1 سال حالان که زنی تاجیک 4-5 سال هم طاقت میکند. یک طالب علم مکتب ما بود، 17 سال این جانب پدرش را ندیده بود. 17 سال و میگفت که من دارم پدر در روسیه است و مادر پرتحملش پرطاقتش تا هنوزم راه مهاجر انتظار میشد. زنی صبور تاجیک، زنی که به صبرش هیکل گذاشته میشود. یک برادری عزیز اونجا گفتند، شنونده عزیز زنگ زده حرف زده میتوانید دایره موضوع. البته یک برادر عزیز درباره کارهای ناشایسته در بانوان هم گفتند. خب کی سببگار است؟ البته بانوان بر سر حمایتگر سرابانی ندارند. معلوم است که ندارند. می داشتند یک بریده نانشان را می آورد
خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم سلام خواهر جانم، مرحمت گپ زنید. من باری دوم است در برنامه شما با شما در تماس هستم. خب بسیار خوب. موضوع امروزه شما پاسی آیوازد. بله بله. من یک زن مهاجر هستم. خیلی برنامه شما رو دوست می‌دارم. تشکر. و من در کار هستم و برنامه شما رو تماشا کرده ایستادم، گوش کرده لذت برده ایستادم. رحمت برای این برنامه تان. خب برای موضوع امروزه چی گفتنیم؟ به مردای تاجیکستان، خب به جوانان تاجیکستان از آنها خواهش میکنم عائله های خود را مستحکم کنند. خواهش میکنم چون که من یک زنی از شوهر جدا هستم، دلم به خودم نه، به فرزندانم میسوزد. من در اینجا هستم، فرزندای من در تاجیکستان بی پدر بی مادر خب و در تربیت پدر و مادر من هستم. نه به آنها مهر پدر و مادر نمیرسد. یار دلم میسوزد، خیلی میسوزد. التماس میکنم که عائله خود را مستحکم کنند، زندگی خوب داشته باشند. از آنها خواهش میکنم و بر شما رحمت برای تشکر بر شما. برنامه تان. تشکر خواهر جان، بر شما هم تشکر که بار زندگی بر دوش خود برداشتید. تشکر به شما. فرزندگان هم و همراهتان. کارهاتون برار میکنم جان. خب مایل. خب تشکر. خب یک مقاله خلقی هست میگویند با کمربند طلایی پدر ماندن با نوک سوزنی مادر یک بزرگی دارد که به خاطر کودکش خود را به چی مشقات های میزند. با سر تنهایی هم میتواند سرابان چندین نفر کودکان خود باشد. البته تسنا میخوانیم به چنین زنها که از راه حلال، پول مهنت حلال فرزندکانشان را کلان میکنند. یک حافظه سرود میخواند به درد بود، یک مصرعش سخت در خاطرم هست. میگوید خوردگی زنی تنها را آش پلو نگو، هرچند پلو باشد هم آش پلو نگو. اینجا البته آش پلو به معنای خوراک لذیذ آمده است. خوردهش را آش پلو نگویید، به طبقش شیطان دست دراز میکند. سر دسترخوان کودکانش از پدر یاد کرده آب دیده میریزند. آش با آب دیده خوردهش آش پلو نیست گفته. اینجا یک شنونده ما شعره که فرستادند، جمشید عارفیان. من همین شعر را با کمال ممنونیت میخوانم. مانده دور از خانه در غربت جوان مردان ما، در غریبی گشته سرسان بهر رزق و نان ما. 100,000 هموطنها ترک میهن کردند، در کجا دنبال کارند، هر کجا دنبال کارند آن جهانگردان ما. در غریبی کس ندارد رحم بر بیگانه، میخورد خون جگر آن یار سرگردان ما. نه وزیر و نه وکیل و نه رئیس در وطن، دل نمی سوزد کسی بر حال فرزندان ما. نیست هیچان یک به فکر اقتصاد و اشتغال، نیست هیچان یک به فکر اقتصاد و اشتغال. گرنه بر بیگانه چون سازیم ادا این جان ما. از در ارکان دولت چشم ما آب نخورد، در وطن چون کس نمیداند سر و سامان ما. تا بکی دور از زن و فرزند باشد هر پدر، مادری گوید که بیند دیده گریان ما. مادری گوید که بیند دیده گریان ما. چاره کس چون نمی جوید برای این وطن، وای بر حال من و وای بر حال منی آواره و همسان ما. خب جمشید عارفیان این شعر را به ما فرستادند، قرائت کردم و
تشکر میگویم. پرسوز است، پر درد است. آنکه همین درد را در وجود خود دارد درک میکند که شعر درباره چی است. شعری که از بله گوش میکنیم. الو زنگ زدن. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنیم شما را. خسته نباشن آوازتون اپا جون. تشکر دادرم. رحمت کلام که هم خیلی برنامه شما پیش میبرین باور کنین این هم اویلوی هم در شهر رسیه گوش کرده ایستیم شما را و خدا یک سخنهای بهترین باور که برای ما مهاجرا یک قوه الهی میبخشد. بسیار تشکر. باور کنید باز از همین شما رو میبینیم هم خیلی مادر هم خیلی سخنهای بهترین این خیلی با این سطر مقصد که در ما متاسفانه در تلویزیون ما که ما خود مسلمان هستیم نمیبینیم این چیز رو با خدا در شما میبینیم باور که برای ما بهترین یک نمیدونم چی گفتم. بله باور کنید من در رای هستم نمیدونم دیگر چی رو بله از غایت هیجان البته حرفها هم گم میشوند. من درک کردم فهمیدم. دادر جان میدونید همین از آغاز برنامه 4 برنامه علکه گذشت یگان نفر مرد برآمده نگفت که با لباس ملی برا یعنی با همون آنچنانی که برنده های دیگر میبرایند همه گفتن تشکر که مادرانه خواهرانه مسلمانه برآمدید مسلمانانه. درست تشکر. پس معلوم که همه مردها میخواهند که زنهایشان همین گونه لباس ملی داشته باشند. ملی است البته ما خود مسلمان هستیم مادرای ما هم خیلی بدن البته ما میخواهیم که باز هم میگویم ما متاسفانه و ملی خود رو گم کردگی هستیم که نمیبینیم در وطن نمیبینیم این چیز رو. رحمت کلام بازم رحمت کلام. تشکر. سلامت باشیم. تشکر. هر کسی را بهر کار ساختن مهر آن را در دلش انداختن. هست نفری که حرف زده میخواهد دل دیگران را شاد کند آنها را به هم پیوندد با سحر کلامش با تأثیر گفتارش. هست نفری که گوش کرده به وجد آمدن این همه را دوست می‌دارد. باز هم میگویند که حادثه های عجیب بر نفران رخ میدهند که عجیب نقل کرده میتوانند. دایره نقل برمیگردیم به سر موضوع. پاس آیله بود موضوع امروزه برنامه ما و زنگ دیگر را قبول میکنیم. لایک گذارید از خاطر فراموش نکنید. مرحمت. الو قطع کردن. اول تیار میشوند حاضر زنگ میزنم از اینجا سر میکنم زنگ میزنند برداشتن زمان الو میگوییم که جمع میکنند پریشان میشود میرود. بار اول من هم نزدیک میکروفون نشسته بودم سالهای 2009 بود به فکرم سری رادیو همین خیلی خودم را گم میکردم. بله الو سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم. اپاجان موضوع امروز درباره چی بود؟ پاس عائله بود. پاس خانواده بود. مردهایی که میروند زنی دیگر میگیرند بعد همسران خود را با اون زنها مقایسه میکنند. این هر دو ملتی غیر را که فرهنگ این دو ملت کاملا فرق میکند آداب زندگانیشان کاملا فرق میکند همین بود. خب یک دو خوشبختانه که همسر ما آوردیم در این فدراسیون ما آوردیم شاکر. خب رحمت کلان اپا جان با همین چی تو با این برنامه تو تشکر بر شما هم که گوش میکنید. نو پیوستید همین طور؟ بله. خب اگر از آغاز همین برنامه رو گوش کنید. خب سلام خدمت به همه مهاجران میرسانم. خب به همه توجیکا و توجیکستانیا. بعد اپا برنامه شما یکم وریم معین داره یکم وقتی معین داره. البته دارد. هر هفته یک مرتبه روزی سه شنبه ساعت 15 با وقت مسکو آغاز می شود. رسا 2 ساعت با هم صحبت میکنیم. گره امکانیت میبود دبور میکه در هفته یه روز هم بخدنایی نمیشید بسیار خوب میشید. فهمو. خب هر قدر شما بسیار تماشا میکنید بسیار لایک میگذارید ما میتوانیم هفته 2 مرتبه همین برنامه را ادامه داده باشیم.
دادرم شبکه اجتماعی ما همه فیسبوک وقت هم دارد؟ اگر فیسبوک دارد بین وستش فیسبوک فیسبوک دارد پرنده های مهاجر نویسید گروه هست و همه جا وارد شوید و هر موضوعی که شنونده عزیزی ما میخواد پیشنهاد کند آن را قبول میکنیم ادامه میدهیم موافق خواهش شما موضوع قبول میکنیم از روی نامه های شما. خب تشکر برای زنگشان. زنگ دیگر بود؟ نه. شنونده عزیزی برنامه پرنده های مهاجر دیدید خیلی ها مخلصی همین برنامه هستند. از آلمان یک گروه خواهرکان به ما نوشتند گفتند که خیلی مشتاق برنامه هم میشویم بر وقت در صدا دهد انتظاری میکشیم. اونجا یک گروه زنهای تاجیک بودند که ما هم همسبق بودند درس عقیده میخواندند و آنها گفتند بیشتر میشد همین برنامه بهتر بود. زنگ دیگر را قبول میکنیم. بله الو السلام علیکم. و علیکم سلام خواهرکم بفرمایید گپ زنید. بسیار خوش هستم که این برنامه را تشکیل کردید. من از شهری استرافشن هستم. بهترین. خب بسیار برنامه خوب. وقتی که من یک بار دیدم برنامه شما را من گفتم این برنامه زیبا است. وقتی که شما را نمیدانستم وقتی که شما خودتان گفتید که از رادیو کار میکردم بعد فهمیدم که شما از شهری ما هستید. خب بسیار خودسند هستم. خب این موضوع های شما همه معقول است. همه میبیند فهمیده استادم دیده استادم که همه معقول است. برنامه تا زیاد کنید. بسیار برنامه زیبا شروع است. بسیار خرسند هستم این برنامه شما. تشکر خواهر جان. دایره موضوع امروزه ما که پاس خاندان آیله است یگان گفتار دارد؟ گفتنیه دارد؟ آیله این یکی از بزرگ است که این آیله را این نعمت خدا است، نعمت پروردگار است. باید که همه این آیله را مستحکم بکند و در فکری همه این زنهایی که هستند در شهر انتظار خانواده خود هستند. بسیار هم آنها انتظار هستند با آیله خود با صبر هستند با تحمل هستند. بله بله. بسیار میخوام ما در شهر مهاجرت هستم. بسیاری در همین جا هستیم. این برنامه شما بسیار خرسند شدم. این برنامه زیبا به همه معقول است. شاتر کنید این برنامه خود دارم. البته هفته دوم سلام خدا رو به همه مهاجر زنها به همه شما خانواده شما به همه شما برسانید. تشکر خواهر جان. چند بارها زنگ میزدم. بسیار خرسند هستم که زنگ مرا قبول کردید. خب و همیشه سلامت باشید. خب نصیب بوده است که نوبت زنگ شما آمد. بسیار از زنگ ها خدا را شکر. رحمت بله. شما. بسیاری ها زنگ میزنند میگویند زنگ ما را قبول نکردید برنامه خاتمه یافت. درست است این خیلی هم میشود. بسیار از زنگ میفهمیم. رحمت به برنامه تان. تشکر خواهر جان. سلامت باشید. سلامت به همه باشید. مهاجران به همه آنها سلامی ما را برسانید. خیر در پناه الله باشید. البته از یک خواهره که در مهاجرت زحمت میکشند بر کل مهاجرانی که برداشت بار گران دارند زندگی را برداشت دارند بریده نان یا بهم گفته شهر غریبی پیش گرفتن. خب زنگ دیگر مرحمت سلامشان را میرسانیم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. خب برادر گوش میکنیم شما را. پاسی آیله موضوع امروزه ما. بسیار ناز خواهر عزیز ما از شما بسیار میندار هستیم. ما همه مهاجر هستیم در وطنی مهاجرت قرار داریم. من زیاده از 20 سال میشد که در مهاجرت رفت آمد میکنم. من الکی یک مردی بزرگ هستم. من چی گفتنی هست برنامه امروزه اگر همان شرایطی که در همین شهرهای روسیه در این زنهای روس هست نیمی همین شرایط در زنهای ما خواهران ما مادران ما باشد اگر بله. باور کنید زنی تاجیک
یعنی مردم تاجیکستان، زنای تاجیکستان، تاجیکان بسیار با مهر هستند، بسیار با صبر هستند، بسیار یعنی دور نگاه کن هستند. من خود قیاس میکنم، من زیاده از 1.5 سال می شود که در مهاجرت مهنتی هستم، نرفتم. کدام زنی روس، من پس زدنی نیستم زنی روس رو یا دیگر زنها رو، لیکن کدام زن همین خیلی صبر و طاقت میکند، می ایستد. همین قدر باری گرانی زندگی، من کو در دهات زندگی میکنم، مثال سوید نیست، یعنی الکتریک نیست در اونجا، آب نیست، ما یعنی برق، قوه برق نیست، آب نیست، مثال بسیار دشواری ها بسیار است. لیکن در همین نگاه نکرده مثال با ما همون حرمت و عزت و مهر و محبتی مثال شوهر رو هیچ وقت فراموش نمیکنن، همون رو در همون معیار خودشون مثال نگاه میدارن. برای همین من به جوانان گفتنی هستم که شما نسبتی زن و خواهر و مثال مادران تاجیک و تاجیکستانیان به حرمتی نکنید. این خیل زنایی با صبر، یعنی با چی میگن، با تفکر کم هست در دنیا. باور کنید، من میگم که زیاده از 20 سال میشود من در مهاجرت هستم، من بسیار با این زنها سر و کار کردم. من البته زن ندارم، زنی روس، لیکن مثلا من میدونم ششتم خستم سر و کار کرده هستم. برای همین من گفتنی هستم که قدر زنی تاجیک را باید دانست، قدر زنی تاجیک را باید دانست. ده این همین است. بعد یک چیز دیگه گفتنی هستم که همین حاضر بسیار برادرها زنگ میزنن یا که خود شما هم میگوید که برنامه ما سیاسی نیست. من چی گفتم؟ البته ما سیاست میگیم نداریم، لیکن خود زندگی این مبارزه است، این سیاست است. خود زندگی حیات این همین است. برای همین گاه پهلوهاش به طرف سیاست میرود. یعنی برای چی هر یک عائله سیاست است. برای همین ده، برای چی ما همین خیلی شرایطی پست و تنگ ما قرار داریم، این علاقه خود طرف سیاست می رود، یک قنات سیاست را می قپد. چون که طولی 30 سال می شود، طولی 30 سال می شود که در همون ناحیه ها یعنی دومای 3 اتاژه و 4 اتاژه هست، همون آب ندارن. باور میکنید؟ آب ندارن، همون آب را از پایان از دیگر جا رفته میکشن میبیارن. لیفت ندارد، زینه به زینه میکشن. ندارن. آخی وای زن خیلی میسازه به مثل زنی روس یا که به مثل زنی اروپایی میسازه همین خیلی شرایط برای شوهر برای فرزند مهیا کنه. بله درست. این طرف علاقه میرود در سیاست میدروید. برای همین ما اگر خواهیم که فرزندای ما، پسرای ما رنگی ما خیلی مشکلی، دخترای ما همین خیلی مشکلی ها دا گرفتار نشود، ما علاقه باید به سیاست دست بزنیم، ما علاقه باید بیداری هوشیاری خود را علاقه آشکار کنیم که این خیلی رفتن طبقه این زندگی این حال. همین روزی بد و سیاهی که ما گذرانده ایستادیم مدتی 30 سال می شود، این را باید به فرزنده و به نسل آینده خودمان نگذاریم. درست میگوید برادر، درست میگوید. هرچند ما دست هم بر سیاست نزدیم، اما کامنت ها معلوم که علاقه می نویسند بهترین پیشوایمان، بهترین پرزیدنتمان و معلوم است که باید سیاست میکند. همینطور. آفرین. خب من یک چیز دیگر گفتنی هستم در آخر همین و بعد خداحافظی میکنم. مثال میگویند که گویا که کسانی که صدر و حجاب در سر میکنن اونا مدنیت ندارن، اوها بیسوادن، اونا از همون چیزی خود یعنی راه خود را گم کرده هم. من هم خیلی یک تکلیف دارم که آزاده رحمان وقتی که در دستگاه پرزیدنت کار میکند به همین خواهری که حاضر در همین منبری پرنده مهاجر حاضر برآمد میکند یک بار هر دو بحث کنن، یک بار سوال و جواب کنن. کنی ما ببینیم که وای سرولیچ چقدر علم دارد، چقدر مدنیت دارد. این خواهر در اینجا ششته است، حاضرانه در مجری به همین برنامه هست، چقدر مدنیت و یعنی سوادناکیش هست. یعنی اینجا سطر سری راه چیزی را نمیگیرد یا ریش سری راه چیزی را نمیگیرد. بله، لباس سری راه دانش را نمیگیرد.
برادر آفرین. اولین دانشگاهی آفرین. که در دنیا تأسیس داده شد، اولین دانشگاه از جانب زنی مسلمان آها. تأسیس داده شد، فاطمه فقه بود. آفرین. بله درست آنه. است. و همین این تکلیفی من است. من ببینید چقدر زیبا، چقدر برا، چقدر مثال ده با حرمت، همان با معقول که با همین سر و لباس. فقط باید انسان یعنی سوادناک باشد، شعورناکیش بلند باشد، جهان بینیش که شاده باشد. تمام دیگه اینجا کسی باید که دمیره کسی در خلل نرساند. باقی در امان خدا نگهبان. بسیار ما میندار از این برنامه ها، ما همه وقت گوش میکنیم. من سلام و مهر و محبت خدا نسبت عائله‌ام، زن و فرزند و خویش و تبار و اپا و خواهر و تمام مادرین تاجیک من دست بردار هستم. دست به بالا انا این جمله بهترین شد. بر اهل خانواده‌تان، زن و فرزندتان سلام. بهترین جمله، دایره موضوع درست میگوید. و یک بار دیگر خودی رسان کردنی هستم. برنامه ما پرنده های مهاجر هست و موضوع برنامه پاس عائله. آنچنان برادری عزیز درباره ستر و حجاب گفتند که بر مغز تاثیر نمی کند. متا این متا قدرت دارد، متا قدرت دارد. چه خیلی میدانید هنگامی که با همین متا، با همین رومال سرمان ما را در نزدیک در مجلسگاه ها میدیدند به ضابطه میشدند. نیم متر متا است، دیگر چیزی نیست. واقعا گفتن امانت که 300 نفر زنها نام به نام هر یک در تاریخ مورخ نوشته رفتند. اینها حدیث نقل کردند، بر محدثان درس گفتند. بار دیگر اولین دانشکده را زن تأسیس داده بود. امروز پرزیدنت دولت پیشرفته ترین سنگاپور حلیمه یعقوب است، زنی محجبه است. واقعا سطر خلل نمیرساند و یک نمیدانم این تشبیه درست است یا نیست، با دختر رئیس جمهور تشبیه مقایسه کردن. من یک کمبودی دارم، من اینقدر پول کلان را حساب کردن نمیتوانم چنانه که آنها میتوانند. آنها هم یک توانایی بیشتری دارند نسبت به ما. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم سلام. سلامتی خوب اپای عزیز؟ بله شکر خداوند. شکر خوب آفر. ما هم یک شخصی هستیم، یک دو بار در برنامه شما اشتراک کردیم، بهترین برنامه. میخوایم این روز هم پاس عائله نام برنامه شما. بله بله. بله عائله یک چیزی مقدساتی، بهترین مقدسات است که در این عائله همچون بزرگای ما سعدی و حافظ و بیدل و این همه در عائله تولد شدن، کلان شدن و به پایان رسیدن، به تمام دنیا رو معرفی کردن. ابوعلی ابن سینا و برای همین هم عائله بهترین عائله باشد که در اونجا پدر و مادر چی خود را گذارن، چی میگن، از هر دو جانب سهم گذار باشند. بله بله مسئولیت خود را گذارن، مسئولیت پدر و مادری خود را گذارن که برای فرزند تولد شد چیکار کردن در کار، مثال برای نام خوب و مثال چی خوب. برای همین هم عائله بهترین مقدسات است که بهترین است. عائله برای همین هم من این روز میخواستم که سعدی شیرازی گفتم و بزرگا گفتم، سعدی شیرازی هم میگفت که وقتی که من خرد بودم، میگفت من در ترجمه حال سعدی شیرازی را خواندم، وقتی میگفت من خرد بودم، میگفت پدرم بسیار کتاب میخوام، پدرش هم شخصی بزرگ بود است، بسیار کتاب میخوام. میگه من شبی دراز با پدرم میشتم و میدیدم مادرم با همراهی خواهرانم خواب کرده. با پدرم گفتم پدر همین خوابم مثل مردن نمیخیزن، دو رکعت دوگانه بگذارم، منش دو رکعت نمازی تهجد بگذارم. پدرم با من خندید، گفت نگاه که تو هم خواب میکردی، از آن به بود که در پوستین آدمان چون کگ در آمدیم تو هم خواب میکردی، تو هم مثل مرده بودی. برای خندید. گفت برای همین سعدی شیرازی میگه که مرا از درد آن طفلان باشد خبر که بخوردی ز سر برفتم پدر. سعدی شیرازی در خوردی پدر خود را از دست داد و بسیار عذاب‌های کشید. برای همین خداوند عائله همه ما همیشه آباد باشد. و یک شعر غریبی از کمال خوجانی میخوام به سر شما برسانم. خب مرحمت. دل مقیم کوی جانان است، من اینجا غریب، چون کنم بیچاره مسکین تنها غریب. آرزومند دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چو تو در غربت نافتادی چه دانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس ایلا غریب. هرگز از راه کرم روز نپرسی که چیست، حال زار موسمند مانده دور از ما غریب.
در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال. وا غریبا وا غریبا وا غریبا وا غریب. رحمت به دقتتان. خداوند کمال خجاده هم رحمت و مغفرت کند. خب از بزرگان هم خیلی یادآور شدیم، از سعدی و از کمال و خب بیشتر همان بزرگان ملت ما هم غریبی از سر گذرانیدند. کمال قریب تمام عمرش در غریبی گذشته است. حتی بعضا باور نمیکردند، میگفت من از خوجندم. دائما کمال خوجندی که خیلی جثه بزرگ داشت، ایرانی ها میگفتند از کجای ای لوند. کمال میگفت از خوجندم از خوجندم از خوجند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. الو. بله برادر گوش میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خب پاس آیله است. راستیش در این موضوع شما صحبت کنم. مرحمت. گفتاریم با همی بچه هایی که جوانان یاشتن میبیان با این مهاجرت فریفته همی زنای روس نشوند، برای که بهترین زنها هم زنای تاجیک های خودمانند. در صبر، در تحمل، پارسایی، سریخم. بله. بر همش هم زنای تاجیک های خودمان، مثل ملت خودمان بهترین زنها هم. خب برای که این زنها اینجا همی حیات اونشون هم میگذرونن، مقصد جوانیشون هم میگذرونن در همیجا، بعد با این زن مثل وای نمیکند. بله بله. از چی باشد که بله آنها آدم معاشرتی عجیبه دارند، یک لطف و کرم در گفتارشان دارند که جذب میکنند سوی خود و جوانان ما هم فریفته میشوند میروند. شاید این گونه سخنها نشنیدند که زود مایل میشوند، نرم میشوند، یا شاید طبیعتی مردانه آنها درست است. بله. خب سخنان این زنها مثل همون تا وقتی که هم مهاجر و سوم داشته باشه، مثل جوان چه استفادهش میبرن، وقتی که همون سوم و همون جوانیش که رفت دیگه در کار نمیشیده اینو. بله بله. بعد به هم تاجیکستان بسته همون زنای تاجیک. برای هم نصیحت ما کلانا که همین بچه هایی که نو جوانان یا شنبه بیان همیجا همین فریفته همینو نشوند. خب سلامت باشه. بهترین برنامه برای شما. تشکر. سلامت باشه. خب این هم فکر شخصی برادر بود که زنگ زدن به ما درباره زنهای روس و تاجیک. گفتن اصلا گپ در سر ملت نیست، اونجا هم زنهای خیلی پارسا هستند، زنهای خوب هم هستند و در روسیه زیستیم دیدیم هم. اما اینجا گپ در سر قصه بود که باید ما آن را محاکمه میکردیم، مورد بحث قرار میدادیم. زنگ دیگر. بله. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام خواهرم، گوش میکنم شما را. با عرض سلام به کل تهیه‌گران برنامه و به کل مردم تاجیک که در تمام دنیا هستند. از برنامه خوبتان بسیار منتظر هستم و میخواستم اندیشه خود را اویدی موضوع امروزه برنامه شما بیان کنم. پاس داشتن عائله. پاس داشتن عائله باید از هر دو، مثلا از زن و شوهر وابسته است. یک دیگر فهمی، مثال در هر یک دشواری با هم بودن، فرزندها را با خوبی و با محبت به وای رسانیدن و همچنین فرزندها وقتی که زندگی پدر و مادر را میبینن همچنین و یا زندگی خودشان نیز به راه میمونن. و من بسیار متاسف هستم، امروز ها بسیار متاسف هستم. من راستی از آن متاسفم که مردهای تاجیک ما واقعا اکثریتشان، همشان نه اکثریتشان بیناموس شدگی‌اند در حقیقت، زیرا نه محبت به زن دارن نه به فرزند دارن و اون فرزندهای بیچاره آنها که از پدر جدا بودن امروز حتی از مادرهاشون هم جدا هستن و آنها نه محبت پدر میبینن نه محبت مادر میبینن، نه آغوش گرم مادرشون در ایام طفلی میبینن، چنانه که فرزندان من هم چنین در همین حالت قرار دارن. من بسیار دلم میسوزد با فرزندانم، با حیات خودمون. ما همه ما به این دنیا یک بار میبیاییم و میبایست که ما کمتر اندیشه کنیم. واقعا در زندگی عیب زنها هم میشود، عیب ماها هم میشود، کمتر نافهمی ها میشود، لیکن ما هم از آنها با یک سخنی خوب و گرم شوهرهامان
نیاز داریم که این همه دشواری رو پس سر میکنیم فقط اگر شوهر ما با یک مهربانی با ما مناسبت کند و همین قبل گوید که در زندگی که کمتر طاقت کن همش نقد می شود. واقعا من خودم تیار بودم که همه دشواری ها در صبر کنم، لیکن شوهرای ما به نهایت یک به احترامی میکنن به زنهای ما. اینجا میبینن زنهای روس هم میگیرن خیر هر یک مردی که زن روس دارد و هر یک آدمی که با این حالت ها روبرو زدگی است خوبتر میفهمد. آنچنان نازهای اینها را میبردارن، آنچنان با گفته های اینها میکنن اگر به همون گفته زن تاجیک خودشان کنن، اگر همون زنها را بفهمونند، مثال آرا بدهند، شرایط تامین کنند، واقعا زندگی آنها گلگشکفان میشود. این همش از اگر میگویند که این کادر نمیرسد در تاجیکستان ما، این هم درست هست در حقیقت. لیکن برای محبت داشتن و مهربانی کردن به زن و به فرزندهای خود این کادر اینجا چی وای دارد من نمیفهمم. باید التماس یک کمتر انصاف کنید به جان خودتان که فقط در پیشگاه خدا و این همه پرسیده میشویم. همه ما کمتر در این عمر کوتاه، در این عمر که یک بار میسر من میشود، عزیزان با همدیگر مهربان باشید، مهر و محبت بدهید. اومده در دولت دیگر رو یاد گیرید مهربانی کردن رو و همچنین زنهایی که کلین میشوید، مثال همسر میشوید برای یک جوان، ما با یک نیت نیک، با یک حوث ها زندگیتون اثر کنید که انشاءالله زندگی خوب به سر برین و یک بار زندگی احترام کنید. من بسیار متاسف هستم، من راست دیگه بسیار فرزندام یاد کردم. من هم یک مهاجر زن هستم در همین دولت روسیه و من راست دیگه من شرم نمیدارم، من فراش کار میکنم ها و من مهنت حلال میکنم. میگن که زنها به سرپناه موندن یعنی که با یک اصطلاح بگیم سرهوی میشوند در دولت دیگر براهای بد میروند. این از خود هر یک زن وابسته است، از تربیت او، از ایمان او، از دین شناسی او وابسته است. بله خواهر جان من سوال داشتم. من خودم برای خودم همین مقصد موندم که وقتی که من در دولت روسیه به کار آمدم من کوشش میکنم که نام مسلمان بودن خودم را پاس بدارم، احترام بکنم و هم زن تاجیک بودن خودمون را مثال در اینجا هم معرفی کنم که زنهای تاجیک اینگونه با حیا هستند، اینگونه مهنتی هستند و در برابر این همه ما مثال در فکر زندگی های خودمون هستیم. حاضر مردهای ما میان با زندگی نقش شود گفته زن دیگر میگیرند و همان دیگر حیاتشون میبرد که در اون طرف دنیا یک زن یا فرزندها داریم. چرا زنهای تاجیک برای خودشون این اجازت نمیدهند؟ برای همین انصاف کردن در کار، انسان بودن در کار، مسلمان بودن خودتان پاس بدارین که مثال دیگرها بینن احترام کنن که ها مسلمان ها در حقیقت مثال زندگی خودشان قدر میکنن هر گناهی که باشد. برای همین مراجعت من بسیار به مردها است که زنهای خودتان اینقدر خوار و زار نکنین، پدرای مادرای خودتان احترام کنین، سراغ کنین و آنچنان طفلکانی که از شما به وایم میرسند در حسرت یک بار زنگ زدن شما هستند. کودکای من در چند ماه یک بار من از شوهر جدا هستم، در چند ماه یک بار یک اگر خوششان بیاد کودکام خطی گپ زنن خیلی نمیشود که دل شکسته میشوند. کودکای ما همین گونه نسل به نسل رفتن میگیرد که دیگه پاسی اویله را نمیدونند و دیگه هیچ بله کودکان در خانه که کلام میشوند هستم که از شما بسیار خانه را اویله میفهمند. بله همین برنامه شما رو که من دوست میدارم هر هفته انتظار میشوم. میشد اگر علاجش میبود بعد از ساعت 6 میموندید به وقت مسکو که ما از کار برویم برنامه شما رو به خوبی گوش کنیم و اشتراک هم کنیم در برنامه شما. البته در امان خدا باشید، خداوند شما رو خار نگرداند و در دو دنیا خداوند عزت شما رو زیاد بگرداند. خب بسیار تشکر. خب خواهر جان اینجا که اینقدر سخندان هستند فراش شده کار میکردند، باز هم میگویم روی به هند آوردنی صاحب دلان از بهر چیست روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. فراش شده کار میکند با این همه لطف با این همه سخندانه و سخندانه نمیرسد در وطن که در مکتب کار کند. اینش هم علم آور است. یک نکته را روشنی انداختن میخواستم. واقعا اول گفتنی هستم آیدی حقوق زنها کلین تا چه اندازه حقوق دارد، وظیفه زن در نزد شوهر چقدر، وظیفه شوهر تا چه اندازه است در خانواده، هوشمند تا چه حد حقوق دخالت بر زندگی هر دو دارد. این همه را در برنامه آستانه
می توانید گوش کنید که این برنامه از رادیوی پیام صدا می دهد. رسانه ما رادیو پیام نقطه نت، رادیو پیام نقطه نت نویسید. اونجا علما هستند، علما در سمت دین، فقه، دین شناسی و با همه سوال های خود جواب هم گرفته می توانید اگر در همین رسانه ما سوال های خود را نوشته باشد، یا اینکه در شبکه فیسبوک که ما اونجا صفحه یک شدیم با نام پرنده های مهاجر، من سوال های شما را بر معلمه می رسانم و جوابش را نیز. و از برنامه آستانه درباره حقوق بانوان شنیده می توانید. خواهر درباره آن گفتند که کادر چی داخل دارد. کادر داخل دارد. اگر کادر درست می بود با جای همان بیرق های سربرفلک کشیده کارگاهی می شد و آنجا پدرها کار می کردند و هر روز آیله هاشان را می دیدند. مهر در چشم است می گویند اینقدر دور نمی شدند و اینقدر مهرها بیگانه نمی شد. انا درباره همین زنگ دیگر. بله الو. بله گوش می کنیم شما را. در خط علاقه. السلام علیکم. خاموش کردن. خب یک بار می برداریم، گفتیم که هیجان بخش می کند. بله الو. نفر در خط علاقه هستند، گوش می کنیم. الو خواهر جان گوش می کنیم شما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام به کل هموطنان. خب خواهر جان همین برنامه شما با ما بسیار معقول آمد. در این برنامه شما هر یک انسان میتواند آزادانه در دل خود را بیان کند. بسیار برنامه خوب. خرسندیم که امروز زنها فعال هستند. خب من بار دوم است در این برنامه شما اشتراک میکنم. خب در برنامه در مهاجر یک شعر مهاجر خواندم، از بس که در مهمانی بودم جرأت سخن کردن نکردم. من همین با همین اویلا با همین جوانا گفتنی اما یک زنی 60 ساله با همین جوانان گفتنی هم که من همین در اویلا همین عذاب همین مهاجری را دیدم. 30 سال عمری من به رهبری گذشت. همین در حق اویلای خود چی نکنید، همین ناانصافی نکنید، همین اویلای خود را مستحکم نگاه کنید. در پیری بد خسته میشن. من نفهمیدم، بچه ها رو کلان کردم، کشاکش زندگی، نم خستگی خود را حس میکنم که من همین قدر 30 سال به شوهر همین تیپلا رو کلان کردم، همین عذابی مهاجری، عذاب زندگی رو دیدم. این حال در یکی از شهرهای روسیه قرار دارم. دخترم کلان شد و من رو به همین شهر به همین عیادت فرزندانش چکرد آورده گرفته آورد. بله بله. من در همین از بس که در راه دور قرار دارم، مرزها بسته است، رفتن نتونستم، 1 سال میشه در همینجا قرار دارم، دلگیر شدم، یک محترم را یاد کردم مادر بیمارم را. اگر اجازه میدادین یک از قدم خودم در ملک مسافری ترا یاد کردم، ششتم در بلندی ها فریاد کردم، آچه گفتم آچه بیمار گفتم، بیماری درازی در طبیب زار گفتم. 4 سال شده نمی خره با دستش، 4 سال شده نمی پوشه با دستش. چشمش بدره، چشمش هر جای کی مرا می شویه، چشمش بدره کی از در امید رویه. غم بیمار بودی ای آچه ناسوده، این غم ها تو را فلج نمود ای آچه. او چکانی و کارات کجا شد آچه، در چشم همه خار و ذلیلی آچه. من می سوزم خبر نداری آچه، با آمدنا متر خار کردم، در ره خودم چشم تو را چار کردم. تقدیر بدای این مسافری مرا، دل خسته شدم با این رهای بسته. رحمتی کلام خرجان خیر و آینده در تماس. البته تشکر خواهر جان برای شعرتان. تشکر. درست درد داشت که کل مادران امروز شاید دارند همین درد را یاد میکنی، وقتا از دل خروج کرده میآید مصرع‌های میخوای روی دفتر بیاره، میخوای نویسی بر دیگری قرائت کنی که او هم همین درد را دارد. تشکر خواهر جان برای زنگتان. امروز
در برنامه پرنده های مهاجر موضوع ما پاس آیله بود. هرچند چندی مراتب گفتیم که برنامه ما سیاسی نیست، همین آیله خود سیاست است، همین پدر در آیله سیاست مدار است و همین سیاست مدار که به مهاجرت رفت دیگر به سرابان ماند، آیله جای پدر خالی است. پسر بچه ها در این آیله دیگر فقط تکیهگاهشان مادر می شود، کمتر با لطف و با چی کلان می شوند، مایل می شوند بیشتر به خصلت مادرانه. حاضر جوانانی را که در مکتب صنفای 10-11 می خوانند بعضا کمی بلندتر گپ زنیم آبی دیده می ریختند، در حیرت می ماندیم چی شد به تاجیکانی ما، کنی اون صلابت و اون وقار و اون چی های مردانه مثلا. این همه از حالت امروزه وطن وابسته است. وطن دوستی مثلا. بله زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. خیلی سلام تو. بسیار تشکر. خب درم برنامه پرنده های مهاجر است. بله تماشا داریم شما را. رحمت با این برنامه تان. خب خیلی منت داریم. خداوند نگهبان باشد. با این خیلی برنامه را بسیارتر کنید. و گفتنی هم که به تمام جوانان، به تمام مردم جمهوری خود تاجیکستان خودمان، ما در مهاجرت باشیم، باید آیله این خود نعمتی بی‌بهاست، از طریق خداوند داده است، فرض کرده شده است. ما باید همچون من خودم آیله دار، باید قدر آیله خودم را هر یک انسان خودش باید بداند. ما وقتی آیله دار میشیم، دختر کسی را به خانه خود میاریم، بر او باید که ما خود جوابگر باشیم، نه بلکه با او زندگی کردن، 1 سال زندگی کردن یا 6 ماه زندگی کردن با او را بر کسی کوچه کردن. چون این در یک برنامه بود که یک ناخلفی گوییم انسان نمیست شما را برا گفته بود که 2000-3000 زنهای توی که در مردی کار بازاری دوشنبه میکنن، اینها همه تنفروشند. تاها بعد این برنامه من ننگم می آید در برنامه حق و باطل بود ناخلف. این برنامه را اظهار کرده بود نسبت مادر ما، نسبت زنهای تاجیکی ما هیچ وقت تنفروشی و این بیادابی را خیلی باید در کدام محله هست در کدام دولتی هست نه بلکه اینقدر به این درجه ما ننگ ناموسی داشته باشیم که باید با سخنی بلند، با دهنی باز کردگی خود را مرد حسابیده همین سخن را در مابین من برنامه ها برآمده آواز کردن. این خیلی ننگ است برای هر یک مرد تاجیک. اگر گفتنی هم که هر یک شخصی که آیله دار است و وظیفه آیله داری خود را باید مستحکم نگاه دارد. فردا روز قیامت خداوند از او میپرسد چرا دختر کسی را گرفتی زنی و چرا چی سبب شد، باید تحمل کرد و باید زندگی را دوام داد، نه بلکه او را مانند نسکی هر روز عوض کردن، هر سال 1 تا یا 10 سال به 1 تا. چی زندگی حیات؟ برای چی تاجیکستانی ما زنها شوهر بسیار شدن؟ برای حساب همین نادانی جوانان. بله پاس نداشتن خانواده، مقدس نشماریدن آیله. درست است. درست برادر عزیز. زنگ به حد بسیار شد، در انتظار هستند دیگرها هم. سالهای آخر خیلی زیاد شده. پول مهاجری پول دنیایی بیخ نمیشود. باید هر یک شخص مفکوری خود را گشاده فهماند که باید فرزند کسی را به خانه خود میآید جوابگری او است. خواهر او را کسی هم میخواد میکند چی زندگی میشد این حیات. برای همین گفتنی هم که اول اخر خود را کار فرمودند بعد حیات کردن در کار. این حیات چیز شوخی نیست. آیله نعمت خداوند است. زن که گرفت دیگر امانت نگهدار است. درست است. و امانت مؤمن امانت خدا میگویند. بله درست گفتند برادر عزیز. اینقدر زنگ بسیار از زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. الو نفری دیگر در خط علاقه هنگام با ما میپیونده، همان یوتیوب خود را خاموش کرده ماند تا موجها به هم برخورده صدا را پریشان پراکنده نکند. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم اپا جون. خب ولی پرنده های مهاجر است. موضوع پاسی آیله توجه میدونم. بله توجه میدونم اپا جون. موضوع شما درباره پاسی آیله است. بله درست است.
خب من میخواستم یک دو سخن درباره اویلا خب یک دو سخن بگو مقصد جلسه پیش دارد از همین همه قدر بس. در فرهنگ کامبونی توجیک نقش اساسی اویلا است. خب اویلا یک از آن اساسی جامعه بشمول. بله درست. وقتی که اویلا سالم باشد این جامعه سالم است. وقتی که جامعه سالم باشد خودی دولت سالم است. بله آستانه وطن آیله است. بله و همه مهر و محبت صداقت صمیمیت چی با جامعه باشد چی با دولت باشد چی با ملت باشد همه سرچشمه از خود اویلا است. بله برای همین نسل آینده نسل جوان پیش از همه باید در اویلا تربیت بگیریم. وقتی که ما در اویلا تربیت خوب نگرفتیم آینده اویسته مثال وقتی که همین نهال میشینونیم اگر همون نهال رو ما خوب تربیت نکنیم وای با ما باری خوب نمیتید. وقتی کلان میشود وای با ما حاصل خوب نمیتید. درست است. این فرزندم در اویلا همین نقش رو میبوده. بله 3-4 ساعته که در مکتب بود باقی در مکتب خانواده است در اویلا است. درست. بله خب بهترین گفتن. اینقدر زنگ بسیار شد میگه تنظیمگری آواز باید این همه را جواب گویم چون همیشه شکایت میکنند که زنگ ما را قبول نکردید. نفر 2 مراتب حرف زد ما حرف نزدیم. شاید در بین نفرانی که در نوبت ایستادند تا زنگشان را قبول کنیم سخنهای آنقدر پرمضمون هست که عین موضوع همین برنامه ماست و نقطه کلمیناسیونی میگویند اون نقطه بلند مضمون ترین هر یک برنامه را. زنگ دیگر است قبول کنیم. مرحمت. الو پرنده های مهاجر برنامه پاسی اویلا و نقش مهمترین را گفتن در وطن این اویلا می بازد. اویلا که پریشان شد. بله الو سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم شما را. میبخشین خواهر عزیز ما کمترک اجازتین یک سخن کنم. مرحمت. البته مرحمت. خواهر جان اگر کو ما ماهی شویم ما رو با چنگک میقپه. اگر ما پرنده باشیم امام علی رحمان برگت کپ میزنه. میدونی برای چی می حرف را زدستم؟ ما نو از زندان برآمدم از زندان هفتم دوشنبه محبوسا را در اوجا کشته استم مهاجر را در اینجا این چی روزه بر سر ما آخه چی بگم داد ما نکیده بگیم این چی روزه یک آدم میخواد چنانروی میکنن میگه که برای قطعیتش جنگ که میگه اگر یک از جنگ کنه پیشتی او همه جزا میبینه میره و چی میگه بالای برف در ساعت قطعی میبینه او آدم میخواد چونه پیشتی او شده 1,500 آدم سری زانو میشونن بالای برف در جورتا میکنه ما خدا میگیم که یک کمیسیه بیاید که ما اوقات حلال ببینیم نان ببینیم یک نانی تنک همه بیارن 4 تقسیمش میکنه که او 2 تا 3 تا اون نان بخوره یک آدم بعد ممکن سیر کنه یک نان 4 تقسیم میکنه. همین در حبسخانه تاجیکستان بود این همه حالت. آوازات نمیده. خب برادر جان این همه در حبسخانه تاجیکستان بود؟ محبس رقمی 7 گفته؟ یکم سویتسکی 7 زونه. خب یکم سویتسکی 7 زونه. مؤسسه 7 اوقاتش روغن نداره. اگر کمیسیا بیاد کانت روغن میشوه یگان کمیسیا نان میبینیم کانترک فهمه این همی خیلی عذاب داره
داده با کی بگیم هیچ کی با داد ما نمیرسه اوخی نیست همی خیلگان دولتی با قوتی که کم شکایت کنه پیشش ممکن دستگیری کنن را اوخی ما بخیزین طرف حکومت گابزه هممون همه پرانان میکشن اوخی نمیدونیم چکار کنیم اوخی کاش که تاجیک تولد ما نمیکردن سلامت باشه در کدام ملت تولد شدن نیست برادر گپ در سر آن است که در پیشانه همان چنین روز و روزگار است خب حرف زنید برادر معلش دیگه نمیتونم گپ زده خواهر دیگه چی بگم تشکر بسیار منتظر هستیم برای زنگشان متاسفانه هرچند دایره موضوع نبود اما شاید دایره هم بود نفر سرابان عائله است رفت از خانواده تا بریده نان پیدا کند و من تکرار نمی کنم همه را خودتان شنیدید کمیسیا بیاید خوراک ما روغنین تر می شود ما را شاید نفر گوش می کند که بر گوش کمیسیا می رساند این همه را برای زنگ دیگر را قبول می کنیم الو چند بار السلام علیکم و چند بار زنگ میزنیم همین همین طرفوی همین قشلاق جای ایش که پیام نمی‌کند همین زنگ تلفنی همیش که پرسنت هم نمی‌کند میگه که به همین پول نداره سخنت اثر ندارد نه برای ما پولتان مهم نیست نمی‌نماید پولتان خب مرحمت گپ زنید گپ زنید برادر جان میگه که زنگ جواب نمیده شما خب زنگ اینقدر بسیار است که ما میخواهیم برداشتن اونقدر بالای هم است که فرصت نداریم همه را گرفتن مرحمت پرنده های مهاجر است برنامه گوش میکنیم زنای مهاجر میگه که همین مغزش هم های گاندش هم های خوبش هم های بدش هم های اگه همین بعضی گاندش میگه همش همین شرایط زندگی مجبور میکنن میکنه شرایط زندگی مجبور میکنه بله زندگی مجبور میکند خود را به هر کوی در میزنند یا خواهری اینقدر شیرین زبانمان از فراش بودنشان درک دادند میفهمیم این را داره همه خوبش هم های بدش هم های اکنون بسیارش که همین ماهی در روز 30,000 کار میکند همین مهاجری کار میکند هیچی پروای همین که بعدش طاقت میکند بعدش همین میبیاد 4 تا همین پول کار میکند و اویجه همین خدا بیخبر میشد خدا فراموش میکند و هر انجام پیش همین لباس پیشش دیگه میشد خانه درش فراموش میکند شوهر فراموش میکند همین راهوی وای میره آفشتی گانداش وای کرده نمیشد همین چی نمیشد همش گاندا نمیشد بله درست میگوید درست همه آدم یک آدم نیست بله چند سال بود من 10 سال اضافه 16 سال بود من رسیدم دیگه های همین یک دو تا گانداش همین دوگانه بولدیم کنه دیسنده همین باید فهمیدم که شرایطش مجبور کردی همون اگه شرایط مجبور میکنه که همون شون دیگر همون سماج نمیرسد مجبور همین دیگه اکنون یک اشوارزی کنه دیگه هم باید سون کار کنه همون دیگه گام در چیکار کنه سون کار کنه هرچی همین اصلا باطلان چی کنه میشه برادر که اولکاش صدا خوب نمی آید برادر صدایتان قریب که خوب نمی آید نه ما میگم همین ویش بعض بسیارش که همین کوئی اولکاش نمیرسد مجبور ہے کہ ہم راهوی ویا انتخاب میکنه که کم همین دیشتی سون کار کنه بله فهمیدم چی میگوید همین جمله مجبور است که همین راه را پیش گیرد به فکرم این حل مسئله نیست مجبور شده راه خطا پیش گرفتن زن مجبور میشه اگه چیکار کنه بعدش نو آرشین اگه ممکنه بگم الو خب بله بعدش نو تاجیکستان بیاد یگون نمیدوند همین تلویزیون شی نمیدوند گیجو چیکار کنه نمیدوند همه یک میگفتی یگون زنک میگه ما تو یاردم کنم ما تو یاردم کنم جای کار میتونم میگه
بیچاره میبرد میخیل جاهای یک حرام جای پلاستیک خونه های همجا میبرد همین راو آموخته میکند همین راو آموخته میکند من بسیار دیدم. خب متاسفانه میاد نه از میگم شرایط نیست ایرپورت میخواد دیگه رفتنش نمیدوند ولی می شود این طور هم می شود اما نبودنش بهتر است. هر یک زن عقل دارد، البته در سرش عقل دارد، خداوند عقل داده است، نگفته است که خب زنگ دیگر پای همین قدر زنگ بسیار است. بله الو، از موضوع بیرون نرویم. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر، گوش میکنیم. خواهر عزیز سایمه خان. بله من هستم. شکرانه میکنم، بسیار خوب. پیش از همه به پدر و مادرتان بسیار رحمت میگویم. تشکر. براتر بلندتر حرف میزدید، از چی باشد صدا خیلی ضعف دارد. راستیگه وقتی که برنامه شما را میبینم، پیگیری میکنم، بسیار به هیجان میافتم. طول چندین سالها در مسافرت من خودم زاده تاجیکستان از شهر اسفری باستانی می باشم. همین را می خواهم که دائما سربلند آباد باشد. بسیار 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 می خواهم که برنامه شما در یک هفته دو مراتب یا 3 مراتب برای بسیار تربیوی است. درباره پدر و مادر و عائله گپ میزنید. بله خیلی حالا این خواهش رو کردن. من از نام خودم، از نام بچه‌هایی که در مسافرت هستند همراه ما صحبت کار میکنن، سلام و سپاس بچه‌ها را میرسانم. یگانه خواهشم این که نورسان بچه‌های در مسافرت بوده میخواهم که به خواندن کوشش کنند. میخواهم که با سواد باشم. خب و یکی از راه های پیشرفت هم همین است، سوادناک باشند، معرفتناک باشند. بله بله. راست گپ سایمه خان نه آنقدر سخن بگوی هستم، از فرصت استفاده بردن گفتنی هستم که آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم، یار در خانه و ما گرد جهان از پی نام میگردیم. درست، بیهوده نگفتند این شعر هم. تشکر برای زنگتان. آب در کوزه و ما سلامت باشید، آباد باشید. بگذار تاجیکستان عزیز ما هم بسیار به معرفت و به مدنیت انسان ها در تاجیکستان بسیارند. میخواهم که تاجیکستان عزیز، خلق عزیز تاجیکان دائما سربلند و آباد باشند، که در کجایی که باشد در امان خدا باشد. بسیار تشکر برای نیتتان تشکر میگویم. وطن آباد باشد. هر یک مهاجری که در هجرت میگردد آرزو میکند که همان در خنک روسیه نیو در شهر خودش باشد. در کوچه های بزرگ و وسیع روسیه نیو تنگ کوچه های تنگ و تاری وطن خودش باشد و لیکن در آن کوچه ها دوستان خودش را، نزدیکان خودش را، پیوندان خودش را دیده باشد. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو سلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنیم شما. الو خواهر شیرین، من یک زنی کلانسال شخصی و 18 سال باز در خریبیم. هر زندوم از همینجا خوراندم، دور شدم. همیشه خودم شوهرم کردیم این نفس. همین برنامه شما ما هر هم بوری که شما کار استودیم. بهترین رحمت برای برنامه کردگیتان خواهد، برای زنها، برای مردها
هزار رحمت برای تشکیلیتون. خب تشکر که دستگیری میکنید. پاسی خانواده بود، پاسی عائله بود، دایره موضوع حرفی گفتن میخواستید؟ هم پاسی عائله همه خیلی میخوام که همه از نام تمام زنها قریب مادران بگم که عائله هاشون مستحکم کنن، زندگانی با صبر و طاقت کنن، زندگانی دارد هم شیرینی و دارد. میخوام که همه مرد ها یک دیگر فهمی کرده نه عائله برسو که زندگانی کنن و مثل من 10 نیوره شود، من 10 خودم خوب نیوره دارم. خدا زیاده کند. دارم یک من ماشین من همین چهار غریبی کار دستی خودم کشیدم و شوهر دادم. خدا به شکر نقص. اکنون میخونم که در این ایدی بهار و در این روزای بهار شما این فقط منی 8 مرد درباره زنها تشکیل کنید خواهر جان. خب 8 مارس را گفته بودن زمان آزادی زن هاست. از کدام آزادی گویم واقعا موضوع یافتن دشوار است، آزادی را پیدا کردن دشوار است. خواهر جان با زنهای من انتظار همون اید میبوشم خواهر باید تشکیلی اگر میکرده بسیار فرمهای هم خورسن میشن هم مادرها زنها دخترها هم شما باید برای همین تشکیلی هستیم که بسیار گفت از درباره مردکا درباره زنکا درباره اردو و اصول دوسته از رحمان میگم شما با از نامی زنهای غریب. خب تشکر خواهر جان، تشکر. زنگ دیگران قبول میکنیم؟ بله باید بیشتر زنگ قبول کنیم. 1 دقیقه اگر فرصت دهیم با سر هر نفره زنگی بیشتر قبول کرده میشه باید آنگاه بعدی برنامه ما شکایتی بسیار نمیگیریم. الو الو سلام علیکم. و علیکم سلام. ای سایمه من بله در مهلت 3 سال همین در شهر مهاجرت قرار دارم. اما یک میشد که شعری همون دو گفتید ای جان. خب شیوه گفتاری سرافشن غنچی هم ای جان میگه. خب همین دوامش رو نامی فاطمه جان خوش کنید التماس ای جان. خب اگر شعر پیدا شود، دفعه گذشته من پیدا کردم مونده بودم، امروز موافق رجا یک شعر هم گرفته موندم که وابسته موضوع است، دایره موضوع. مایل سلامت باشی. تشکر. ما وعده میدیم کوشش میکنیم که همین شعر رو از نو ثبت کنیم با کارگردانی برنامه های ما این زیر آن شعر نوارهای گذاریم پر تاثیر باشد و از نو به شبکه یوتیوب این شعر رو گذاریم، زیرا طلبگارانش بسیار هستند. از زنده خواندن دیده اگر آماده کرده گذاریم خیلی بیشتر است. امروز شعر دیگر گرفته ماندم برایتان قرائت میکنم. در آخر برنامه زنگ دیگر رو قبول میکنیم. بله الو سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنیم شما را. سلام علیکم. و علیکم سلام. ما پخش مستقیم داریم ها؟ بله پرنده های مهاجر پاسی عائله. بله خب مرحمت. سلام علیکم. اپا یک چیز پرسم. الو بله پرسید. گوش کردید؟ بله یوتیوب رو خاموش کرد. می شود که در همین تاجیکستان ما در همین دهاتا یکم کارخانه برای همین زنان تشکیل کنن که چون که ما مهاجر هستیم این طول چند سال است شخصا در همین شهر کلوب جماعت دهانه بهترین جماعت کلانترین است در جمهوری تاجیکستان. اکثرا برای زنان وحشه جای کار نیست. درست است. به نهایت کارخانه چیزای کلان دارن که همه هم را ضبط کردگی گرفتگی پول دارو وحشه یکم آبادی نمیکنن. علاکه همو خیلی موندگی هم بسیاری جو هم خیلی ارنده خریدگی پرتوفتگی نه که زنان دا وحشه جای کار نیست. بله درست است.
هست نفرانی که میخواهند تاسیس دهند جای کار، اما کارخانه هنوز فعالیت آغاز نکرده. 10 نفر نانخور میبیاید حق طلب میکند. اپیدیم ستانسیا میآید 1 نفر، انداز میآید 2 نفر، دیگر و دیگرش. انا همین طور کار سر نکرده با قرض میخوتد صاحب کار. این همین آدمایی که صاحب کارایی که میرن میگن که همونجا آباد میکنن در وطن خودمون، نه که اولی کارخانه را سر نکرده پیش از کارخانه نالوگش میآید، پلیس بیتش میآید. همون صاحب کاران باور میکنن کاراش نفر میتنه دیگر همون تاجیکستان نمیرون. بله این همون در مهاجرت هستیم. شخصا من خودم هستم اویلمون کلان تره وابشه جای کار نیسته در همونجا، وابشه نیسته. بله میفهمم. نه که ما آرزو داریم که با همون حکومت دارو وا بخریم، شخصا گپ زنیم، چون که وا حاجی دیگر چشماشون روغن گرفته دیگر خیلی کار را در نظر نمیگیرن. شخصا شکمبای چون سیرن پروای خلق وابشه ندارن وابشه. بله زنگ دیگر را قبول میکنیم. تشکر. از موضوع بیرون رفتیم. اینجا متصدیان برنامه خواهش کرده ایستادن که بیرون از موضوع نگذاریم. نفری دیگری 1 زنگ قبول میکنیم، بعدا من شعر وعدگی رو باید خونم یا 2 زنگ. مرحمت. الو بله السلام علیکم. زنگ رو خاموش کردن. پرنده های مهاجر بود موضوع امروزه پاس عائله. اگر از آغاز برنامه با ما نپیوستید، همان ماه که برنامه را نداشتید، چون که ما قصه قرائت کرده بودیم درباره جوانی که از حیات خود حکایه کرد و مقایسه میان زن روسش را از خودش 10 سال کلان است و زن تاجیکش را که 6 فرزند دارد در تاجیکستان. زنی صبور است، بسیار خوب است، قابل است، گبدرا است، سرخم است. خب زنگ دیگر. الو الو سلام علیکم. و علیکم سلام. پرنده های مهاجر سازم خوبه نپا؟ خب بسیار شکر خداوند. گوش میکنیم شما را. اپا همین برنامه تون 1 هفته 2 بار 3 بار میکردین. خب همین خواهش را بسیاری ها کرده ایستادن. کوشش میکنیم هر نفر وارد شد دکمه پسند را پخش کند، لایک گذارد و عمر برنامه در هفته چند مرتبه صدا دادن هایش، این همه وابسته بر زنگ های شما، تماشا کردن شما، شماره پرسماتر میگن که روزها شماره نفرانی که تماشا کردن و شماره نفرانی که اشاره لایک گذاشتن. بعضا میشود که تا 20-30 هزار نفر تماشا کردن اما 2000 نفر لایک گذاشتن. دشوار نکو، یا شاید طریق تلفن وارد شوید دشوارتر باشد. برنامه پرنده های مهاجر است. ما چند دقیقه وقت داریم؟ 10 دقیقه. خب زنگ تمام. بله من وعده دادم که شعرک قرائت میکنم برایتان و این دایره موضوع است، عائله است. فقط عائله که آنجا مادر در فراق فرزندش یک التماس نامه کرده است. شعر از کجا سر زده؟ همین است که وقتی یک زن از تیرزه نگاه میکند، موسفید زیر درخت برگهای کلان کلان درخت چنار را گرفتگان میکند و به همان برگها نگاه میکند و مادر او را دیده میگوید برگ از همین زمین درخت آب خورده برآمد، برگها تا شاخه های بلندترین چنار رسیدند، 20 متر 30 متر بالا رفتند و باز هم وقتا زرد شدند، وقتا کم قوت شدند، وقتا دیگر سرسبزی را از دست دادند، تیر ماه عمرشان فرا رسید، باز افتادند به پیش پای درخت، پیش پای مادرشان. پس زندگی اگر چنین باشد، پسر آلفته من کی می آمده باشد پیش من؟ و همین صدای دل مادر را به رشته شعر گرفتم
آن را برایتان قرائت میکنم. البته شعر 2 سال قبل نوشته شده بود یا به فکرم 3 سال هم رفته ایستاده است. میخوانم. فراق فرزند. این دل پاره پاره گم میزند دوباره سوی منی بیچاره. مادر من آمدم گوی فرشانت لازم نیست، دسترخوانت لازم نیست، 2 تا نانت لازم نیست. مادر من آمدم گوی میرم از آمدنهات، سر نهم سری زانود، صدقه چشم آهود. مادر من آمدم گوی پشت در نمایان شو، تک تک کنو پنهان شو، بعد من کابم خندان شو. مادر من آمدم گوی صورتت را دوست کردم، با دیوار درست کردم، برایت قند روست کردم. مادر من آمدم گوی خم کرده شانت را، بوسم پیشانت را، یاد کرده خانت را. مادر من آمدم گوی پسر جان من غنیمت، عمرم تا کی به همت، کم تر ده وقت قیمت. مادر من آمدم گوی ای نور دیدگانم، من 2 روزه مهمانم، بیا بیا تو را پزمانم. مادر من آمدم گوی این ناله دل یک مادر بود که آرزو میکند پسر آلفتش برگردد و پشت در تخت تخت کرده روز شود و مادر برآمده کابد و پسرش خواندد و 2 تا نان نبیارد، هم چیزی نبیارد، بیاید همان قندهای روز کرده ماندگی منترش را گرفته خورد. واسی عائله بود. چقدر مادران انتظار راه فرزند هستند. نفری میبیند میسر میشود به دیدار، نفری نمیبیند کرونا بهانه میشود، چیپتای قیمتی تیاره بهانه میشود، راه بهانه میشود، چیز دیگر حجت بهانه و از در میدراید که جای مادر کسی نیست، دیگران جای مادران نمیگیرند. انا همین خیل زندگی داریم پریشان. چنان وعده دادیم شعر دادا را ثبت میکنیم، آراسته میکنیم و البته به کانال همین پیام تیوی سر میدیم، در شبکه پیام تیوی گوش میکنید. یک بار دیگر هر آن موضوع هایی که دایره حقوق زن، مادر، کلین، خوشنامن، شوهرداری، زنداری، فرزندداری این همه مداخلت داخل دارد در برنامه آستانه رادیوی پیام گوش کرده میتوانید و همین برنامه به بسیار سوال های شما جواب میگوید. میتوانید در تلگرام همراه شوید و برنامه های پیشینه ما را هم گوش کنید. اگر سوالی دارید با شبکه فیسبوک وارد شوید، اونجا پرنده های مهاجر گروه امروز باز کردیم، همین روز باز کردیم و اونجا همه که 12 قطار شعره که گذاشتیم که از همان شعر میتوانید شناس شوید با گروه و اونجا وارد شده خواهش کنید که قبول کنیم شما را، به ما نویسید که برنامه آینده در کدام موضوع باشد. بسیار خرسند شدیم که ما را گوش میکنند و یک چند نفر خواهش کردن که برنامه هفته 2 مرتبه صدا داده باشد. این را هم بر متصدیان میفهمانیم، اگر امکانیت پیدا میکنیم شاید 2 مرتبه هم صدا داده باشد. برنامه پرنده های مهاجر بود، موضوع پاسی آیله بود و یک نکته از این برنامه به من خیلی تاثیر گذاشت. یک برادر گفتند آشیانه های بالا که آب ندارند و بیچاره زنی تاجیک آب میکشاند. من بسیار وقت شاهد حوادثه میشدم که زنهایی که کلینچک های جوانی که در 2 سطل 10 لیتر آب میبردارند و در بطنشان متاسفانه نه خرسندانه است، هرچند تأسف آورم هست، در بطنشان کودک هم دارند که برعلا معلوم است زن حامله با 2 سطل آب میکشانند. شوهرشان در روسیه کی باید کشاند؟ آب در کار. آشیانه 4 آب خودش نمیبراید، فشار سست، لیفت نیست،
انا همین خیل اویله های داریم، انا همین خیل زن های صبور داریم که چند ساله که شوهرشان در روسیه باشد انتظار می شوند و هرگز دیگر جرأت کرده این دو زن دو ملت را مقایسه نکنید. شرایط گفتنی بودم، شرایط است که به انسان امکان می دهد که او آراسته و پیراسته و زیبا و به خودش نگریسته باشد. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. با امید فردای نیک، برنامه های دیگر، موضوع های جالبتر و صحبت های شیرینتر با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشد. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه، گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم، شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه، گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم، شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.